کنیم دیگه. نشستیم صحبت کردیم، گفتیم موردش چیه، نکنه این بچه چیزه مثلا لخت، الان بچه 6 ماهه، دو تا پوشک دیگه، پوشک رو که نمیتونی با شلوار رو نمیدونم فلان و اوورکوت و مانتو و اینا تن بچه 6 ماهه کنی بگی الان پوشک هم داره ها، تبلیغ پوشک دیگه. اگر بچه مثلا آقای فلانی مدیر تولیدمون این انیمیشن یه مشکل اساسی داره، خب چیه؟ الان شما 2 تا کاراکتر گذاشتین، کاراکتر دختر خیلی زیبا شده، حالا حساب کن تو کاراکتر 6 ماهه ساختی باید بیریخ. من تو ذهنم گفتم خب این حتما یه آدم بیمار جنسیه که به یه کاراکتر انیمیشن 6 ماه هم نظر داره. گفتم دیگه بدترین حالت اینه دیگه از این بدتر نداریم، از این بدتر بود. بعد گفتم خب بچه هست دیگه، این باید خوشگل باشه. خب بچه 6 ماهه در کوچولو با حال موجه خوشگل گذاشتیم، چش رنگی گذاشتیم. گفت نه جناب آقای فلانی، شما شاید به خاطر تجربتون خیلی مردم رو نمیشناسین. یک سری مردم هستن که متاسفانه با دیدن این کاراکتر بچه که دختر بچه شما خوشگل چیز کردی میبینه، میگه که ببین دیگه این مامانش چقدر خوشگله.